امروز کنار آدمی هم که کل زندگیمو نجات داد، همسر زیبای من. تولدت مبارک. قربونت برم. قدر آدمی که کنارتونه رو بدون. دوستت دارم. خسته نشدی از این فیک بازی ها؟ بابا زندگیمون همش شده نقش بازی کردن. بده به من، ستاپوتم دیر شده، میخوام پستش کنم. آقا تو رو خدا هوای این بچهای کار رو بیشتر داشته باشید. اینا حقشون یه زندگی بهتره. به خدا. خب کار برات. آقا این گلا رو بگیرید، گلا رو بگیرید، ساندویچ ببینید اونجا ساندویچا رو بهشون بده سری سری. ببین چند تا بدبخت‌تر پیدا کن، ویومون میره بالا. خوب شد؟ با کی میخوای بشینی و حسرت زندگی اینو اونو بخوری؟ کافیه فقط باوراتو باور کنی. من این بنزو فقط تو کمتر از 2 ماه خریدم چون خواستمش، پس تو هم میتونی. داداش دمت گرم. داداش ان شاءالله یکیشو خودت بخری. دلت خوشه ها. به قول فرید که همه میخوان تو مجازی خودشون رو موفق و خوشحال نشون بدن تا تو کمتر حس خوشبختی کنی، تا تو به اون چیزایی که داری قانع نباشی. مجازی یعنی مزخرف، یعنی زندگی خراب کردن، یعنی طلاق، یعنی نابودی. حالا مجازی این نوع ویدیو ها، اونی که میخواد ویدیوشو بکنه تو چشمت. دور از اینا باشیم. یا علی مدد.